من به قدرت سازنده و آفرنده مردم سربلند تاجیک اعتماد دارم و یک نکته را دلپرانه اظهار می‌نمایم. ما همه اقتدار و امکانات ها را داریم که روند آبادکاری و سازندگی را بیش از پیش گسترش بخشیم. برای رسیدن به هدفهای ملی امان کوشش و غیرت بیشتر نماییم. با سرجمعی و متحدی کمبودی‌های موجوده را برطرف کنیم. رشد استوار و باثبات کشور عزیزمان را تأمین سازیم و روزگار هر یک خاندان تاجیکستان را از امروزه بهتر گردانیم. شکرانه آن را کنیم که ما تاجیکان دولت صاحب آزاد داریم. ما وطن خود را داریم. ما ملت تمدن ساز و تمدن آفر هستیم. ملت فرهنگی هستیم. ما به جهانیان با کار و رفتار و کردار آبادی سرزمین اجدادی خود انا همین ملت باستانی بودن و فرهنگی خود را اثبات کردنمان در کار است. بار دیگر